آقا ما یه نفر پیدا کردیم که حاصل جمع الپروفسور تو سریال لا کاسا د پاپل از شبکه نتفلیکس و رابین هود در عالم واقعیت. وینچنزو اسم قشنگیه، مخصوصا وقتی با اکسنت ایتالیایی ادا بشه. برای همین بود که 22 جولای 1943 توی ونیز ایتالیا کاپیتان آنتونیو پپینو ناخدای کشتی باری اسم اولین بچهش رو وینچنزو گذاشت. وینچنزو وقتی 6 سالش شد و بوی ماه مهربان رو شنید، صبح شنبه پا شد رفت کلاس اول ابتدایی و اونجا بود که فهمید علیرغم قد کوتاهش و به اجبار معلم باید ردیف عقب می نشست. چرا؟ چون اون موقع رسم بود بچه ها بر اساس طبقه اقتصادی اجتماعیشون توی کلاس بشینن، نه قدشون. ردیف جلو برای فرزندان نجبا، اشرافزاده ها یا همین آقازاده های خودمون بود که تو ایتالیایی بهشون میگفتن سیوری. بابای وینچنزو هم که زیر فشار تورم بعد از جنگ جهانی دوم انقدر کوتوله شده بود که بچهش جز ردیف آخر نتونه جای دیگه‌ای بشینه. این اختلاف طبقاتی که هر روز سر کلاس برای وینچنزو تکرار میشد، رفت رو اعصابش و یه روز با مش زد تو صورت همکلاسی اشرافزاده لوس ردیف جلو. مدیر مدرسه فلفور اسم وینچنزو رو نوشت توی لیست شاگردانی که باید برای معاینه روانی به تیمارستان مراجعه می‌کردن. مامان وینچنزو هم به جای اینکه اجازه بده اسم سایکوپات رو بچهش بیاد، مثل یه مادر حامی و مهربون با جدیت تمام پا شد، رفت مدرسه بچهش، دست پسرش رو گرفت از مدرسه درش آورد، بردش توی مرده‌شورخونه یه طبقه پایین کلیسای سانتا ماریا فارموسا، استخدامش کرد تا بچه 6 ساله از این به بعد تابوت تمیز کنه و لباس تن جنازه بپوشونه. فقر انقدر به خانواده وینچنزو کیپ کرده بود و فشار اقتصادی انقدر محکم گلوشون رو میفشرد که وینچنزو فرصت 12 سال درس خوندن و شاگرد اول شدن و 7 سال دانشگاه رفتن و وکیل و دکتر مهندس شدن و پولدار شدن نداشت. 8 سالش بود که اولین دزدیش وارد کارنامه‌اش شد. چطوری؟ یه ظرف 50 لیتری آلومینیومی شیر نونوایی رو دزدید، برد آبش کرد، برگشت. بعد دید میچسبه، رفت از کشتی نیروی دریایی ایتالیا یه گونی 30 کیلویی شکر دزدید، برد فروخت، برگشت. و تا 10 سالگی همین آفتاب دزدی‌ها رو ادامه داد. مثلا کروسان و نونخامه‌ای از میز رستورانا میدزدید، میبرد تو فقیر نشین ونیز میفروخت. 13 سالش که شد، مامانش دید اینطوری نمیشه. برای اینکه آبروش با دزدی‌های وینچنزو پیش در و همسایه نره، اومد گفت وینچنزو بیا اینجا، میخوام یه داستان برات تعریف کنم. اسم داستان پاطلایی. داستان در مورد پیرزنی بود که پاش از طلا بود و چند تا خونه رو تسخیر کرده بود و کف هر خونه یه چاه بود با یه پلکان که میرفت ته چاه. هر کسی که شبها بیرون از خونه تو تاریکی ول میگشت، این پیرزنه میگرفت و میکشت و جسمش رو تسخیر میکرد و میبرد توی چاه. حالا نه اینکه داستان مادر وینچنزو باورپذیری بالایی داشت، پلاتش قشنگ بود، تمش خیلی عالی بود، نه، فقط چون این ایتالیایی‌ها خیلی مذهبی و سنتی و بیشتر مواقع خرافاتی هستن، وینچنزو اومد این داستان رو جلدی باور کرد و با شنیدنش فوبیای تاریکی گرفت تا آخر عمر. دیگه تصمیم قاطع گرفت شبا بیرون از خونه نمونه، چون تاریک بود. اما چون دستش کج بود و به دزدی عادت داشت، به جای ترک دزدی اومد مهارت‌های دزدی در طول روزش رو توسعه داد. در سن 14 سالگی اولین دزدی بزرگش رو انجام داد. تو روز روشن توی ساحل از جیب یه آمریکایی چند صد دلار دزدید. اما چون برای آب کردنش نیاز بود مدارک هویتی نشون بانک بده و امضا بزنه وقتی می‌خواست دلارا رو نقد کنه، اولین دستگیریش رو تجربه کرد. ریختن، گرفتنش و بردنش پیش قاضی. قاضی هم 8 ماه فرستادش پشت میلا. بعد از آزاد شدن از زندان تا الانی که صدای من رو میشنوید، وینچنزو پیپینو رزومه عجیبی در تاریخ سرقت برای خودش ثبت کرد. وینچنزو پیپینو که الان 81 سالشه، آلبرت انیشتن دنیای سرقت، همه میشناسنش. بالغ بر 3000 فقره دزدی آثار هنری از موزه های سراسر اروپا انجام داده. 50 فقره از مغازه های جواهر فروشی سرقت کرده. چیزی حدود 3000 کیلوگرم طلا دزدیده. 3000 کیلوگرم. اون موقع که مایکل اسکوفیلد مد نبوده
مدل پریزن بریک بازیش گل کرده، یه بار تونسته بعد از دستگیری از زندان مرکزی ونیز که به لحاظ امنیتی از زندان‌های سطح بالای اروپا است فرار کنه. I'm Shishi and I'm from China and you are listening to the Postmandist podcast. اما چیزی که وینچنزو پیپینو رو خاص و از حیث فلسفی چنان متمایز میکنه که داستانش رو انتخاب کردم برای اوپنینگ این اپیزود، همونی که بهش میگیم کد اخلاقی رفتاری منحصر به فرد. دزد داستان ما که الان ساکن ونیزه، البته زندان مرکزی ونیزه، یه خاصیتی داره، خود مرام. من صالح یوسفیان و وینچنزو پیپینو، دزد با اخلاق معاصر، از تو دعوت میکنیم چند دقیقه از امروزت رو با اپیزود 4 از فصل اخلاقیات پادکست پس از ذهنگرا بگذرونی. موضوع این پرونده فایده باوری در اخلاق، جان استوارت میل و جرمی بنتم. تستمع إلى البودكاست بوستماندست. آقا داستان وینچنزو پیپینو موقعی جالب و جلب و جذاب و خیلی قشنگ و همچین عالی میشه که بدونیم این آدم یه قرونم برای خودش دزدی نکرده. یعنی چی؟ مثلا میرفته جواهرات و اشیاء شخصی خانواده هایی رو که ازشون دزدی شده بوده و به موزه ها فروخته شده بوده از موزه میدزدیده، میآورده پسشون میداده. یا اشیاء خانوادگی اغنیا رو میدزدیده، ازشون پول میگرفته پسشون میداده، همون پول رو میداده مدرسه میساخته، یتیم خونه میساخته، شکم گرسنه سیر میکرده. از این کارای باقیات و صالحات. جالب تر این که سر داستانی که مامانش براش تعریف کرده بوده و به خاطر فوبیای همیشگیش از تاریکی تقریبا هرگز شبها دزدی نکرده و هم دستهاش همیشه شاکی بودن که وینچنزو دزدی تو روز روشن. آخه دزدی های پیپینو هرگز رنگ خشونت و اخاذی و سرقت مسلحانه به خودشون ندیدن. میگن حتی در دزدی هاش از منازل افراد ثروتمند نهایت تلاشش رو میکرده خونه رو به هم نریزه. تمیزکار بوده. خودش میگه حتی شکر توی ظرف نقره‌ای که میخواسته به دزده رو میریخته تو مشما یا دستمالی که کثیف کاری نشه. OCD نظافت‌ها بگن دمش گرم یا نه. اخلاقیات این دزد به قدری بالاست که توی مصاحبهش با تلویزیون ایتالیا یک بار گفت که هرگز اشیایی مثل ساعت و موبایل که قابل تعمیر هستن رو ندزدیده، مبادا نون احتمالی تعمیرکار ساعت و موبایل در آینده آجر نشه. در این درجه آدم با اخلاقی. رابین هود واقعی و زنده داستان ما البته تخصص اصلیش دزدی طلا و جواهرات نبوده. تخصص اصلیش دزدی آثار هنری و کلاسیک، مخصوصا نقاشی‌های دوران باروک با ارزش خیلی بالا از موزه های هنریه. کارهای جیوانی بلینی، کانالتو، از این نقاشای مشهور ایتالیایی، از موزه های لومباردی، گوگنهایم، کورو، اینا رو همه رو میرفته میدزدیده، بدل به یک قهرمان هالیوودی توی دنیای سرقت از موزه میشده. بزرگترین سرقت یک اثر هنری، سرقت سال 1991 این بود که ارزشمندترین نقاشی ونیز تحت عنوان مادونا کل بامبینو از یکی از سیف‌ترین موزه های هنری جهان به اسم دوج پلس دزدیده شد. طراح و تنها عامل این سرقت وینچنزو پیپینو بود که بعد از 20 روز تابلو رو در ازای آزادی پسرعموی رئیس مافیای ایتالیا به موزه برگردوند. از رئیس مافیا هم پول گرفت، برد خرج فقرا کرد. باز هم جلب قضیه این که هیچ تابلوی نقاشی رو نمیفروخته، فقط یا از کارفرماش پول میگرفته یا از دولت باج و همه پول رو بین فقرا تقسیم میکرده. حتی نقل در یکی از دزدی‌هاش که شریک لوجستیکی سرقت زلینکو رازنایوویچ رئیس مافیای صربستان معروف به آرکان بوده، وینچنزو پیپینوی با اخلاق ما متوجه میشه آرکان میخواد تابلو رو برای خودش نگه داره. بنابراین بعد از اتمام کار خیلی راحت گوشیشو برمی‌داره، زنگ میزنه 110 ایتالیا، جای رئیس مافیای صربستان رو لو میده. وینچنزو پیپینوی 81 ساله الان تو زندانه.
به جرم خرید و فروش مواد مخدر که پلیس ایتالیا بهش چسبونده و خودش هرگز زیر بار نرفت. در دفاعیش تو دادگاه سال 2013 به قاضی گفت سانو دستینو آموریر این کارچره، یعنی پیشانی نوشت من اینه که تو زندان بمیر. و بعد ادامه داد آقای قاضی من یه دزد خوبم نه یه دزد بد. اما یه دزد خوب مثل رابین هود داری؟ اصلا رابین هود خودش خوب بوده؟ آیا میزان اخلاقی بودن کار وینچنزو پیپینو رو میشه سنجید؟ میشه کوانتیزش کرد؟ اون که هرچی در آورده از اغنیا در آورده داده به فقرا. آخه اغنیا هم زحمت کشیده بودن. خب خاک بر سر کاپیتالیسم که نتونسته توزیع ثروت رو عادلانه انجام بده. چی؟ همون کمونیسمش رو دیدیم حداقل چه گلی به سر عدالت و جامعه بی طبقه زد. چی؟ جان بفرمایید. ردیف سوم نفر اول سمت راست. چی؟ تو اگه جای قاضی بودی رأی به آزادی وینچنزو میدادی دم آخری تو زندان نپوسه؟ آفرین. یه فیلسوف کچل آنگلوساکسون قرن 19 اهل لندن هم با شما هم نظره. این فیلسوف نور چشم کاپیتالیست ها و سوسیالیست ها در آن واحده. این فیلسوف نه فقط رأی به ارتقاء قوانین بشر که رأی به ارتقاء بشریت هم داده. آقای خوب، فیلسوف عاشق پیشه، جنتلمن واقعی، کچل مدافع حقوق زنان، کچل مدافع حقوق بشر، کچل مدافع آزادی‌های فردی، کچل کارمند بازنشسته کمپانی هند شرقی، کچل تک همسر ادیب، کچل مادر فیلسوف پدر اقتصاددان، فرهیخته ترین کچل دنیا، آقای جان استوارت میل. توی اپیزود سوم از این فصل پادکست پسا زنگرا وقتی حرف امانوئل کانت شد گفتم لیت بلومر بوده، دیر گل بوده، تازه تو 57 سالگی شکوفا شده. آقا هرچی کانت دیر شکوفا شده، به دنیا اومدن این جان استوارت میل با شکفتگی فراوانی همراه بوده. جان استوارت میل 1806 از رحم یه فیلسوف اسکاتلندی به اسم هریت بارو بیرون کشیده شد. تخم جان استوارت میل رو کی کاشت؟ جیمز میل که اونم مورخ و اقتصاددان برجسته‌ای بوده برای خودش. از اون خفنا کاشت از یک اقتصاددان و برداشت از یک فیلسوف محصولی میدهد که هم فیلسوف است، هم اقتصاددان و هم من باب تنوع نماینده پارلمان بریتانیا. وقتی جانی کوچولوی استوارت میل ما 3 سالش بود، مثل همه بچه‌های 3 ساله جهان شروع به یاد گرفتن زبان یونانی کرد تا فلسفه رو در سالهای بعدی زندگیش بهتر بفهمه. و باز درست مثل کودکی من و شما وقتی 8 سالش شده بود به جبر و ریاضیات پیشرفته و علم اقتصاد و فلسفه و منطق تسلط بالایی داشت. بچگیاتون یادتونه که یک السون دو السون سه تا میشن بانادون دود بیدودم هرچی بخوای میخونم. گادفادر میدونین چیه؟ پدرخوانده دون کورلئونه؟ نه، این خارجی‌ها یه لوس بازی دارن که صمیمی‌ترین دوستشون رو برمی‌دارن میبرن تو کلیسا یا وسط یه دوره همی چیزی یهو دستشو میبرن بالا میگن آی ملت، از این به بعد این رفیق شفیقمون گادفادر بچه‌ی منه. یعنی هر اتفاقی برای پدر مادر بچه افتاد این گادفادر میاد بچه رو برمی‌داره ازش مراقبت میکنه. که جسته ما خیلی صمیمی هستیم دیگه. حالا گادفادر جان استوارت میل کی بوده؟ جرمی بنتهم که از بنیانگذاران حلقه فلسفه رادیکال انگلستان و معمار و پیامبر فلسفه فایده باوری مدرنه. فکر کن فادرت جیمز میل اقتصاددان باشه، مادرت هریت باروی فیلسوف باشه، بست نباشه این همه فرهیختگی گادفادرت هم جرمی بنتهم مشهور باشه. ما حتی گادفادر هم نداشتیم، داشتیم همیشه شوهرعمه‌مون با حفظ شأن و منزلت شوهرعمه ها. البته ولش کن، بجاش بریم ببینیم مثلا فایده باوری چیه. این متافیزیکیا
اخلاقشون هم متافیزیکی بود که بهش میگیم متا ethics. یعنی به جای اینکه اعمال رو به خوب و بد تقسیم کنن، به اخلاقیات یاد ملت بدن، میان اصل رفتار رو مطالعه میکنن. یه طیف دیگه هم توی فلسفه یونان باستان بود که اخلاقیاتشون نورماتیو بود، یعنی معیار محور یا هنجار محور. اینا اخلاقیاتشون اعمال رو به دسته خوب و دسته بد، بایسته و شدنی و ناشایست و نشدنی تقسیم میکردن. حالا یه طیفی از این فلاسفه هنجار محور مثل ارسطو کارهایی که فضیلت می آورد برای بشر رو اخلاقی، بقیه رو غیر اخلاقی می دونستن. یه دست فلاسفه دیگه هم می شدن consequentialists یا همون پیامدگراها که در اپیزودهای اول و دوم این فصل بهشون پرداختیم. اگه هنوز گوش نکردی برو گوش کن. گفتیم پیامدگراها می گفتن کارها رو بر اساس نتیجه‌ای که میدن به دو دسته اخلاقی و غیر اخلاقی تقسیم می کنیم. فضیلت به درد عمه‌شون می‌خورد. تو دسته پیامدگراها یه طیف کوچکتری هم بود به اسم هدونیست ها. اینها رو به غلط لذت باور میدونیم. فکر می‌کنیم 4 تا عیاش بودن که باده ز کف رها نمی‌کردند و دیده ز ساق یار. نه عزیز من، غلط به عرض رسوندن. هدونیستا خیلی هم باحال بودن. واقعا برای اثبات استدلالی هدونیستا همین قدر کافیه که بگیم خیلی باحال بودن. بزرگشون آقایی بود با یکی از نکتیزترین دماغ‌های یونان به اسم آریستوپوس. آریستوپوس مثل افلاطون شاگرد سقراط بود. اما یه شب وسط میخونه زد زیر میز، بلند شد گفت من میگم هرچی حال بده اخلاقیه. همه ساکت شده. آریستوپوس بعد یه تلوتلوی خورد، نشست ادامه داد هرچی غم بیاره برای آدم غیر اخلاقیه، به سلامتی سقراط و افلاطون و باقی رفقا. همه گفتن نوش. فردا صبحش باقی فلاسفه بر این باور استوار بودن که آریستوپوس حالا مسبوده یه چیزی گفته. بعد دیدن نه، اون حرفش رو که هرچی حال بده اخلاقی، هرچی حالتو بگیره غیر اخلاقی، داره استوری میذاره. یونان فهمید نهله جدیدی از پیامدگرایی وارد فلسفه شده به اسم هدونیسم. داریم به 4مین اپیزود از فصل اخلاقیات پادکست پس از ذهنگرا گوش میدید. یه فیلسوف تقریبا هم عصر آریستیپوس به اسم اپیکور هم بود که اصلا رفت برای خودش مکتبی بر همین اساس زد به اسم اپیکوریانیسم. اومد گفت آقا نه تنها باید من حال کنم و دردم کم باشه، بلکه اوج خوشی و لذت اینه که همه با هم حال کنی و درد هممون کم بشه. میبینی خب مؤمنین عیاشیه، گروهی حال کردن عیاشیه، گروهی لذت بردن. خود پارتی بوده فلسفه اپیکور، منتها پارتی که توش به همه قرار خوش بگذره. اما بعد از قرنها سکوتی که اروپا رو صدقه سری مسیحیت و کلیسا و این حرفا فرا گرفت، عصر روشنگری تفکر انتقادی رو دوباره بیدار کرد. دیگه اون موقع قرن 16 مثلا مد شده بود هر کسی رو تو اروپا تو خیابون میدیدی بعد سلام و احوال پرسی و خانواده چطورن میپرسید آیا تو منطقی هستی؟ آیا تو نقد میشی؟ آیا وجودت اشتکاکیه؟ اگه نه برو بذار باد بیاد. این شد که اروپا شروع کرد به دیدن ادامه سریال فلسفه یونان باستان بعد اومدن برق روشنگری. یکی از اپیزودهای این سریال یونانی که جا مونده بود قضیه همین هدونیستا بود. ادامهش رو جناب جرمی بنثم کارگردانی کرد. نشست با لهجه انگلیسی توضیح داد که بابا ولش کنین افلاطون و ارسطو رو، بچسبین به اپیکور و آریستیپوس. چقدر این عزیزان حسن نیت داشتن. و فصل الخطاب بوده نظریه‌شون که هر چیزی که برای من و سایرین راحتی و لذت بیاره اخلاقی و هر چیزی که لذت و رفاه من و شما رو ازمون بگیره غیر اخلاقیه. بنثم با پسر خوانده‌اش که بشه جان استوارت میل نشستن گروه رادیکالیستای فلسفی تو انگلستان رو بنیانگذاری کردن. تو مانیفستشون گفتن آقا هر چیزی که تعداد بیشتری از مردم رو خوشحال کنه اخلاقیه. تمام. جان استوارت میل بعدها اخلاقیات فلسفیش رو بر همین اساس بنا کرد. حالا برگردیم به دوران نوجوانی جان استوارت میل. مثل 15 سالگی من و شما، میل وقتی 15 سالش بود تقریبا تمام آثار یونان باستان رو در فلسفه خونده بود. جانی نوجوان ماهی به باباش جیمز میل میگفت ددی بر اساس محاسبات ریاضی من تعداد دوستان باب و نابابم صفر آماریه. چرا من نباید دوستی داشته باشم؟ میخوام برم یه خورده تو پارکی جایی بشینم با هم سن و سالای خودم گپ و گفت کنم. باباش همون جیمز میل اقتصاددان مثل تمامی پدران کره سوم منظومه شمسی نه تنها عقیده داشت جیمز میل صبح پاش رو از در خونه بذاره بیرون، شب معتاد به کراک و شیشه و مبتلا به انواع استیدی ها و خاک بر سریا برمیگرده، بلکه معتقد بود دوست یعنی فقط ناباب و رفیق بازی منافات عجیبی با کسب دانش داره. نتیجه نداشتن دوست و دانش افزایی مفرد برای جان استوارت میل جوان این بود که در سن 17 سالگی استخدام کمپانی هند شرقی انگلستان شد که 30 سال برای این کمپانی معظم کار کرد. اگه یه سرچی بزنی کمپانی هند شرقی میبینی خودت که چرا به این کمپانی ملعون میگم معظم.
اون موقع برای کمپانی هند شرقی کار کردن مثل کار کردن برای مایکروسافت الان بود. درآمد خیلی 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 خوب این کمپانی فرصت کافی به جان استوارت میل داد تا بشینه پشت ماشین تحریرش هی بنویسه. درست مثل من و شما. در دهه 20 زندگیش جناب جان استوارت میل وارد اپیزود افسردگی اساسی خودش به این نتیجه رسید که انقدر نشسته تحت فرامین پدر جونش درس خونده و کتاب پشت کتاب که فرصتی برای رسیدگی به بود احساسی خودش نداشته. جان استوارت میل جوان به خاطر هوش بالاش و به گفته خودش با تکیه بر شعر و شاعری علل خصوص اشعار ویلیام وردزورث میتونه از پس افسردگی خودش بر. اما نتیجه این افسردگی بازنگری در مبانی فایده باوری اخلاقی بوده که راهش رو از پدر خونده خودش عزیز دل جرمی بنتم جدا میکنه. یه روز اسکایپ میزنه به فادر و گادفادرش، میگه شما پدر مایی احترامت واجب، شما هم که پدر خونده مایی احترام شما واجب، ولی من دارم راهم رو از شما دوتا جدا میکنم. یعنی چی؟ یعنی اولین بازنگری جان استوارت میل از فایده باوری این بود که اومد لذت رو باز تعریف کرد. گفت آقا شادی چیه؟ بعد خودش جواب خودش رو اینطوری داد که شادی فراتر از لذتی هست که پدر و پدرخوانده من و اپیکور و آریستوپیس دارن میگن. برداشت کتاب نوشت با عنوان یوتیلیتاریانیسم یا فایده باوری، چاپ اول سال 1861 که توش اصلاحیه زد به فایده باوری جرمی بنتم. Вы сейчас слушаете подкаст постминиста. حالا فایده باوری جرمی بنتم آقا خیلی جالب بود. همچین علمی طور بود. جرمی بنتم اومده بود لذت رو کوانتیزه یا کمیت بندی کرده بود. اونم از نوع محاسبات ریاضی فلسفی. چطوری؟ جناب بنتم معتقد بود میتونیم به دو مقوله درد و لذت عدد و مقیاس بدیم و بر اساس امتیازات و نمره ها بشینیم ببینیم کدوم کار چقدر اخلاقیه، کدوم عمل چقدر غیر اخلاقیه. یعنی بنتم مثلا میگفت سرشیر رو با عسل خوردن صبح جمعه 60 کیلو لذت میده، در حالی که ساندویچ کثیف دانشجویی رو وسط دو کلاس بخوری 27 تا لذت داره. بعد میگفت آشغالا رو شب ساعت 9 بیرون بردن 53 درده، ولی صبح شنبه سر کار رفتن 96 مگا درده. قولنج شکستن 5 لذته، ماساژ سوئدی 71456 لذت. عاشق دختر همسایه شدن و بریکاپ کردن ازش 124 درده. آشتی کردن با همین دختر و نامزد کردن و ازدواج کردن و با همین آدم بچه دار شدن و 30 سال بعد سر باز موندن پنجره دعوا کردن 16,762,923 ممیز 32 درده. جرمی بنتم اصلا توی کتابهاش و سخنرانیهاش ادعا می‌کرد حسابان و ریاضیات محاسباتی اخلاقی اختراع کرده. بنتم در فایده باوری اخلاقی خودش معتقد بود میزان لذت رو میشه با چند متغیر سنجید و محاسبه عددی کرد. این متغیرها مثلا یکیش اینتنسیتی یا شدت که با حرف آی انگلیسی تو معادلات و محاسباتش نشون میداد. یکیش پروپنکویتی یا قرابت و نزدیکی لذت به فرد از لحاظ تجربی که با حرف پی نشون میداد. یکیش فکاندیتی یا زایایی لذت که چقدر میتونه هم افزا باشه که با حرف اف نشون میداد. duration که با دی نشون میداد و به معنی مدت زمان کش اومدن اون لذت بود. certainty با سی نشون میداد یعنی قطعیت رخ داد، یعنی آقا حال میکنیم قطعیه یا وعده سر خرمن میده به ما. purity یعنی درجه خلوص دریافت لذت و دست آخر تعداد افرادی بود که از لذت بهره مند میشدن که هرچی بیشتر بود امتیاز و درجه لذت و بنابراین میزان اخلاقی بودن و توجیه پذیری اون عمل به شدت بالا میرفت. منتقدین فایده باوری اخلاقی جرمی بنتم به فلسفهش لقب پیک فلسفی یا فلسفه خوک محور داده بودند. میگفتن هر کسی پیرو این فایده باوری یه خوکه که از صبح تا شب دنبال ارضای نیازهای پایه‌ای خودشه و نه بیشتر. حالا پر بیرا هم نمیگفتن. درست نیست اینجوری با کسی که به لذت فرا میخونه مردم رو برخورد بشه، آره، ولی یه جای دیگه کار فایده باوری بنتم میلنگید. این آقای موبلند مزلف ایراد کارش از همین عدد و امتیاز دادن و کمیت بندی لذت و درد شروع شد. مثلا اومده بود کلاس بذاره که من در اخلاقیاتم ریاضیاتم استفاده میکنم، ببین چقدر علمیه، ببین چقدر شیکه. اما همین کارش باعث شد مثلا لذت بازی گل کوچیک با 10 نفر از بچه محلهات مساوی لذت جلسه نقد و بررسی اشعار حافظ باشه با 3 نفر، اونم بر اساس فرمول هایی که خود بنتم ارائه کرده بود.
یوتیلیتاریانیسم یا فایده باوری هنوز که هنوز رو بورس عمیق ترین دوراهی‌های اخلاقی. گفتیم فهم عمیق فایده باورها در این جمله ساده خلاصه میشه که کاری اخلاقی است که بیشترین سود و رفاه و لذت رو برای بیشترین تعداد آدم به ارمغان بیاره. از همین یه جمله ساده یه مسئله پیچیده به وجود اومده به اسم ترولی پرابلم یا قضیه تراموا. قضیه تراموا تو رو در یک دوراهی اخلاقی قرار میده که اینطوریه. فرض کن اهرم تغییر ریل دستته، سر دوراهی ریل وایستادی، میبینی یه قطار با سرعت داره میاد که بره روی ریل سمت راستی که اون ورش 5 نفر آدم بیخبر از همه جا وایستادن و اگه قطار سمت راست بره هر 5 تاشونو میکش. نگاه به ریل سمت چپی میکنی و میبینی یه نفرم روی ریل سمت چپی داره ماستشو میخوره. یا باید اهرم بکشی قطار بره سمت چپ و اون یه نفر رو بکشه، یا باید هیچ کاری نکنی قطار همینطوری بره روی ریل سمت راست 5 نفر رو بکشه. از این مسخره بازی های از این دستم نداریم که داد میزنم و زنگ میزنم آتش نشانی و از چت جی پی تی میپرسم و همچین چیزایی نداری. 2 تا گزینه بیشتر نداری. کاری نکنی و قطار بره سمت راست 5 نفر رو بکشه، یا اهرم بکشی قطار بره سمت چپ 1 نفر رو بکشه. وقتم نداریم، 10 ثانیه بهت وقت میدم فکر کن. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خب اومانیستا اینجا در میرن که هیچ 5 نفر رو هم با در رفتنشون به فاک میره. فضیلت نگرهای افلاطونی هم مشغول بررسی چرایی به وجود اومدن دوراهی‌های اخلاقی میشن و چون کندن وقتشون تموم میشه و اونا هم هر 5 نفر رو به فاک میدن. میمونه تنها گروه اخلاقی فیلسوفمون که همون فایده باورها هستن. اینا زود اهرم میکشن که زندگی 5 نفر رو نجات دادن ارزش منطقی و ریاضی بیشتری داره. حالا قضیه انقدر هم آسون نیست. از اواسط دهه 20 مال قرن پیش تا الان خیلی عظیم فلاسفه و جامعه شناسا و حتی این اواخر روانشناسا و نوروساینتیست ها با کلی دستگاه و تکنولوژی نشستن ابعاد تازه‌ای به مسئله تراموا دادن. مثلا یکیش این که اگه اون یه نفر که روی ریل سمت چپی داشت ماستشو میخورد یه آدم دانشمند و فرزانه باشه و اون 5 نفر روی ریل سمت راستی کارگر ساده باشن، بازم اهرم میکشی بره دانشمنده رو بکشه؟ یا مثلا اگه اینور 1 نفر به علاوه تابلوی مونالیزا باشه که قرار نابود بشه اونور 2 نفر باشن چی؟ اینور 1 نفر به اضافه تابلوی مونالیزا باشه به اضافه تکنولوژی یافتن درمان برای سرطان، اونور 10 نفر آدم باشه. اهرم میکشی اونور 100 نفر آدم باشه. اهرم میکشی سرطان درمانش به فاک بره ولی 10 نفر نمیره. پاسخ این سوالات با اضافه شدن هر لایه پیچیدگی بهش یه نمای تازه‌ای از فایده باوری اخلاقی رو در فلسفه نشونمون میده. اما ایده جان استوارت میل هرچند کمی سفسطه آمیز اما قابل تحمل. استوارت میل اومد گفت آقا وضع اخلاقی جامعه‌ای که همچین دوراهی براش پیش نمیاد به مراتب بهتر از وضع اخلاقی جامعه‌ای هست که پر از این دوراهی‌ها. توی یکی از اپیزودهای این فصل از پادکست پس از ذهنگرا اشاره کردم به اخلاقی بودن انداختن بمب اتمی روی هیروشیما و ناگازاکی. اونجا گفتیم از دیدگاهی که همون دیدگاه فایده باورهاست ممکنه چندان چیز وحشتناکی نباشه که با کشتن 50,000 نفر با یه بمب زندگی 5 میلیون نفر رو نجات دادیم که در صورت کش اومدن جنگ جهانی دوم قرار بود کشته بشه. حالا اینجاست که ارزش متافیزیکی گزاره اخلاقی جان استوارت میل مشخص میشه. جهانی که نیازی نبود اصلا بمب اتمی بندازی رو شهر تا جنگ جهانیش تموم بشه به مراتب اخلاقی تر بود از جهانی که ما داریم که مجبوریم 50,000 نفر رو بکشیم تا جون 5 میلیون آدم رو نجات بدیم.